فکر می‌کنید تورم یعنی چی؟ اینکه پراید بشه 500 میلیون یا اینکه قیمت مرغ هر روز صبح بهتون سلام جدیدی بکنه؟ نه دوستان، اون که تورم نیست. اون نرمش صبحگاهی اقتصاده. تورم واقعی یعنی مجارستان، سال 1946. جایی که مردم فهمیدن اسکناس‌هاشون انقدر بی‌ارزشه که اگه بخواش دیوار خونه رو کاغذ دیواری کنن، ارزونتر از خریدن رنگ و کاغذه. امروز می‌خوایم بریم سراغ پنگو، واحد پولی که سریعتر از سرعت نور سقوط کرد. جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود. مجارستان کلاً نابود شده بود. آلمانی‌ها هرچی طلا بود برداشته بودن و فرار کرده بودن، روس‌ها هم اومده بودن و خب روسبازی در می‌آوردن. دولت مجارستان نشست و گفت خب ما هیچی پول نداریم، کارخونه‌ها خرابن، مردم گشنن، راه حل چیه؟ آها فهمیدم، بیایم پول چاپ کنیم، انقدر چاپ کنیم که به همه برسه. و این دوستان شروع پایان بود. وضعیت اینجوری بود، تورم روزانه نبود، ساعتی بود. قیمت‌ها هر 15 ساعت 2 برابر میشد. فرض کن رفتی رستوران، سوپ سفارش دادی 5000 پنگو. تا وقتی سوپ رو فوت کنی که خنکشه، گارسون میاد میگه داداش شرمنده، قیمت جدید اومد، الان شد 10000 پنگو. اگه نون هم میخوای بخوری سریع بخور که تا 5 دقیقه دیگه میشه 20000 تا. کارگرها حقوقشون رو روزانه میگرفتن، نه برای اینکه رئیسشون مهربون بود، برای اینکه اگه تا عصر صبر میکردن با اون پول حتی نمیشد یه دونه تخم مرغ خرید. به محض اینکه پول رو میگرفتن، کار رو ول میکردن و میدویدن سمت بازار تا هرچی گیرشون میاد بخرن. صابون، جارو، آجر، مهم نبود چی، فقط پول نباشه. دولت دید مردم نمیتونن با اسکناس‌های معمولی خرید کنن، چون باید با کامیون پول ببرن. پس چه کار کرد؟ صفرهای جدید اضافه کرد. اول اسکناس 1000 اومد، بعد میلیون، بعد میلیارد. ولی دیدن جا نمیشه روی کاغذ، پس اسم پول رو عوض کردن. معرفی میکنم میل پنگو، یعنی 1 میلیون پنگو. حالا فکر کردی تموم شد؟ نه، تورم گفت بگیر که اومد. دولت مجبور شد بیل پنگو رو بسازه، یعنی 1 تریلیون پنگو. اسمها شبیه کاراکترهای ارباب حلقه ها شده بود، ولی ارزشش از پهن اسب گاندالف کمتر بود. و در نهایت شاهکار خلقت بشر خلق شد، اسکناس 100 کوانتیلیون پنگو. میدونید کوانتیلیون چند تا صفر داره؟ 20 تا، یعنی 1 با 20 تا صفر جلوش. و با این اسکناس که رکورددار بزرگترین عدد روی پول در تاریخه، چی میشد خرید؟ تقریباً هیچی، معادل حدود 20 سنت آمریکا بود. کار به جایی رسید که مردم پولها رو میریختن توی جوب، چون حتی گداها هم پول قبول نمیکردن. بچه‌ها با دسته‌های اسکناس میلیاردی خاله‌بازی میکردن و بادبادک میساختن. عملاً کاغذ اسکناس گرونتر از عدد روش بود، یعنی اگه روی پول هیچی نمینوشتن ارزش‌تر بود. آخرش چی شد؟ در آگوست 1946 دولت گفت گور بابای پنگو و واحد پولی جدیدی به اسم فورینت رو معرفی کرد. نرخ تبدیل چقدر بود؟ 400 اکتیلیون پنگو